سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌ها، مخلصم. بچه‌های خفن چنل، توی این قسمت علی سلطانی که یه بلاگر معروف ایرانی هستش که معروف به علی انگشتر و خانومش هم افغانستانیه، اومده توی تاجیکستان و یه سری ولاگای خوشگل مشکل گرفته، با یک بازیگر و کمدین تاجیکستان همراه شده. با هم دیگه ببینیم، امیدوارم که خوشتون بیاد. من ریاکشن رفتم و گفتم که این اینتروشو بگیرم و بهتون توضیح بدم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره و بریم و ببینیم. Let's go. تو هواپیمای بچه ها اولش فکر کنم با همسرش هم رفته. تاجیکستان اینجا دیگه کی بشه که من برم که میرم به زودی انشالله. به و هواپیماش هم تمیزه خدایی. پیشواز از حکومت شهر. بله. زنده باشید. لطف دارید. ما میگه دوستانمون قرار بود دوست مراد بیاد. اومدن. آره تو با ایشون وعده کرده بودیم. محبت زنده باشید. مخلصیم. اومدن استقبالش. ببخشید. دمشون گرم. بچه‌ها نکنه من بیام تاجیکستان، بچه‌های تاجیکستان استقبال من و همسرم نیان و ما رو دعوت نکنن. من نه، تو بچه‌های تاجیکستان با معرفتن میان. متوجه شدید بچه چی شد؟ من خودم خبر نداشتم. الان اومدم فرودگاه دیدم از راپله هواپیما اومدم پایین. از توی راپله هواپیما بود و هنوز پایین نیومدم. دیدم در کی گفت علی سلطان تویه، گفت اومد جلو. سلام علیک. کوچه‌های خوشتیپ گفت از حکومت شهر. چی فهم بود؟ من متوجه نشدم. استقبال گرفتن چی گرفتن؟ من دمشون گرم با این ماشین اومدن به ما. بعد گفتم آقا من با یکی از رفیقای دیگه هم وعده داشتم. آقا دوست مراد یکی از دوستان بازیگران تئاتر و سینماست. من با ایشون وعده دارم. من الان به ایشون قول دادم. ایشون هم هست. فکش افتاده. فک علی سلطانی افتاده. ببین فکش کلا خورد زمین از این همه محبت. ببین استقبالش اومدن با ماشین و اینا دارن میبرن محلی که استراحت کنه. دمشون گرم به خدا. لوتیان مهمان نواز. از اینجا پیاده نشده بودم. ببینم بقیه مسافرها بنده خدا با چی میرن، چیش میگن اتوبوس. محبت کردم واسه من یه ماشین شخصی آوردن داخل. ماشین شخصی هم آوردن واسش. انشالله به زودی ما هم بیام دوشنبه یه لول دیگه مهمون نوازن. به همینجا تشکر ویژه پرچم و ترکوندن. چقدر سرسبزه. واو چقدر سرسبز و چقدر آب و هواش گله داره به من. بذارید وارد بشم جایی بودم که کامل براتون توضیح میدم. از راهسازی و شهرسازیش بگیرید تا کوه‌ها که چندمین کشور کوهستانی دنیاست، جزو چندتای اوله. نه واو تعجب کرده. بله منو از قسمت VIP آوردن وارد کردن بدون اینکه تو صف واسم و چیزی یا بابا تو کی بودی؟ کیفی وسیله هیچی. من از قسمت VIP پاسپورت منو گرفتم، من آوردن الان داخل. الان چمدون منم دارم میدم. این اینجا واسطم هنوز هیچ کدوم از بقیه دوستان مسافر و همسفرها نیومدن و اینجا قروق فلان من بیام بارمو بگیرم. این خیلی مشتیه. بودمشون گرم. تازه رفیقاش اومدن. خودش شروع شد الان میام. از دوست خوب ما دوست مراد گل و عزیز. آقا خیلی محبت کردی. زنده باشی. آقا زحمت داریم. ماشاءالله. دوست مراد همونجوری گفتم از بازیگرای خوب سینما و تئاتر تاجیکستان، یکی از افراد مشهور و محبوب اینجان
محبت کردن اومدن دنبال ما و الان تو شهر دوشنبه این فرمودید خوجند قرار بریم. الان کجا قرار بریم متوجه یادم رفت. ولایت ختلان. ولایت ختلان. نارک قرار بریم یه جا با صفا. ما هم اومدیم داریم شروع میکنیم استارت بزنیم. شهر رو ببینید لذت ببرید. ماشاءالله چه سرسبزه. چه سرسبز از حد سرسبزه. درختای زیبایی چقدر سرسبز. آب و هواش الان که هستیم 20 درجه است. خب یعنی خنکه و سردم نیست گرمم نیست. یعنی الان با یه تیشرت آسین کوتاه که عمرتون 1000 سال لذت میبرم یا آب هوای بهاری رو دارم تجربه میکنم. بیافتیم از جای مختلف شهر براتون فیلم میگیرم. حرکت کنیم بریم. اینجا دروازه شهر چقدر زیباست به سمت ولایت ختلان. چقدر زیبا. این چیه بچه ها؟ خب مثل یه سیخ رفته با آسمون ورودی شهر. خیلی بک کوها رو ببین، للاهن کوها رو ببین، دشت رو ببین. اوه 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 ماشاءالله. واقعا که میگن سرسبز است، سرسبز مثل آنتن میمونه. چیه این؟ میریم کج. به 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 به. دقیقا من یاد چیز میفتم، جی تی آی وی میفتم. جی تی آی وی هاتونه بچه‌ها میرفتین کوها معلوم میشد، با موتور و ماشین میرفتین کوها از دور معلوم میشد. اینم دقیقا همون چون فضایی داره. دستشویی بعد جالب اینو بعد آقا میگم به دوست مراد گفتم آقا دستشویی کجا میخوام برم؟ گفت تو را گرسنه نیست تا برسیم غذا اینا. گفتم نه گرسنه نیست فقط دستشویی میخوام برم. گفت دستشویی؟ گفتم آره هم اول کارم میکنم بعد دستم میشورم. بعد دیدم متوجه منظورم دستشویی نشد. اون گیرم میره پاره بگو WC چرا می دستشویی شاد نمیفهمم. با ایمان اشاره و فلان و WC و ABCDHP بگه که حاجت خانه میگم آقا من الان حاجت و دعا هستی گیرم میره پاره کنی دستشویی دارم میتونی که نگو به دستشویی توالت میگن حاجت خانه. به دستشویی میگن حاجت خانه. تو فکرشو بکن. میگن ما هم اینجا داریم رفع حاجت میگن رفع حاجت. به دستشویی میگفتن قدیمی ها. اینم میگم حاجت خانه. چه جالب. آقا ما مثلا میگیم بعد رفع حاجت ها بعد آره گفتم آقا همون حاجت خانه فقط منو ببر دیگه ترکیدم تو هواپیما نرفتم روم نشد. این الله مردم رد میشد تنم میخورد بین اون تنگ راه نرفتم. دارو تنگ نیست تو زیادی چاقی شرکی. واو آوردش چه جایی. همون رفیقش که بازیگر بود. اوه تونل ختلان. ماشاءالله ماشاءالله ختلان باش. الان وارد شهر یا خدا چقدر سرسبزه. 5 کیلومتر 5 کیلومتر الو واندا ما میگم پیش جمال بروام مهمون آیم بالا تو چی اما کلا بکنم داد بکشم میگم زشت تو تونل. ما وقتی تو تونل میریم با ماشین میریم تو تونل سر اون شیشه میاریم بیرون و سوت میزنیم و جیغ میزنیم. میدونم شما هم تو تاجیکستان این کارو میکنید تو تونل که میره ماشین. تونل الان دوست مراد جان میگه ایرانی‌ها ساختن اینا اینجا. اوه آفرین. قبل اینکه خودم می‌خواستم بگم آقا یاد تونل شمال و کندوان و مازندران افتادم. گفت اینجا رو چقدر طویل و طولانیه این. اینجا هم ایرانی‌ها ساختن. کسی سانتودا تو نیروگاهی سانتودا تو رو ایرانی‌ها ساختن. آفرین. اسبا رو نگاه کنید ماشاءالله هفتونگین. ماشاءالله قدش کوتاه نیست. اسبا اصلا یه اندازه خیلی عجیبه بزرگه. یا خدا چقدر بزرگه. چقدر گنده. ماشاءالله چه تنومنده. شبیه اسبای مثلا اروپایی بود تو فیلم های گلادیاتور. آره راست میگه. حالا موسی بریم. اوه این حیوان نجیب قرار بود باشه که زنداخت بیرون. چرا عجیب شدی لازم بده یکی از این قشلا. یه حیوان قرار بود نجیب باشه میگن از حیوان نجیبیه انداخت بیرون چرا عجیب شد. چی دیگه اونم رفع حاجت داره. به روستا میگن قشلاق. اوه بعد بله لفظی که ما هم استفاده میکنیم ییلاق و قشلاق. بله ما میگیم قشلاق. چقدر با صفاه. آخه یه کوچولو ماشاءالله. چی نام داری؟ ها؟ نامت تو چیست؟ نظیره؟ پیرانه تو بگیر بایی. چقدر خوشگل و بامزه. ولی چه روستایی بچه شبیه این روستاهایی که توی اروپا و اینا قدیما فیلم ها رو نگاه میکردیم.
اینا مرغ مینا است. مینا میگین ها؟ ما میگیم مینا. خواننده هم بود. مینا. مرغ مینا البته تو ایران هم مثلا شما تو کیش میرید میبینید، سمت خراسان میبینید، جای مختلف میبینید. اینجا هم دستی بود. به 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 به. بچه ها این علی سلطانی خودش بچه شماله، مازندران خودش همینجوری سرسبز خیلی دیده، واسهش عجیب نیست. ولی یکی مثل ما که مثلا بچه زاهدان بودیم و مشهد بودیم بریم اینجا که اینجوری سرسبز، بالای کوه ها همه سرسبزه، چجوری بگم، کف خون قاطی میکنیم. رسیدیم. این دریا اسمش چی بود؟ دریای نارک. دریا وخش. به 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 چه زیبا. اینجا ماهیگیری نمی‌کنن؟ یا خدا دلت میخواد زوزه بکشی. خالی نیست. ماشاءالله ماهیگیری همه چی براه. آره. بی‌نظیر. اوه اینجا جدا ماشین منو بیست ها. اینجا با قایق می‌خوایم